سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وأما البعد، قال علي بن أبي طالب في مناجاة الشعبانية: اللهم صل على محمد وآل محمد، واسم دعائي إذا دعوتك، واسم ندائي إذا ناديتك، واقبل علي إذا ناجيتك، فقد حربت إليك وقفت بين يدي مسكينا لك متضرعا. یکی از معارف مهمی که ما داریم و در فرهنگ ما نهفته است دعاها و مناجات های ما هست که واقعا معارف عظیمی در اونجا قرار دارد. من جمله همه معصومین ما یک سری دعاها و مناجات های منحصر به فرد خود دارد که ازشان نقل شده است و در کتاب های منابع دینی ایمان موجود هست، ولی مناجات شعبانی امام علی علیه السلام مناجاتی است که همه معصومین ما، همه ائمه اطهار علیه السلام آنها را نه تنها نقل کردند بلکه عمل کردند و مناجات انجام دادند. یک بزرگ اهل دل میگفت که 2 تا دعا و 2 تا مناجات گوهر مناجات هاست. یکی دعای عظیم کمیل، یکی دعای مناجات شعبانیه. به همین دلیل است که مناجات شعبانیه مورد توجه اهل دل هم قرار گرفته است. شاید انقدر که تفسیر و ترجمه و کتاب در مورد دعای مناجات شعبانیه نوشته شده است، هیچ کدام به این اندازه به این تفصیلی و گستردگی در منابع دعایی ما وجود نداره. معارفی که در این مناجات شعبانیه موجود است بسیار معارفی بلندی است و معارفی متعالی است. اصلا خود دعا یک جذبه خدایی است، یک سروش غیبی است که انسان را متعالی می سازد. دعا ندای فطرت انسان است، چون انسان میخواهد به خدای خود توجه پیدا بکنه و توجهی داشته باشه. با بهترین آلتی که برای انسان دست میده دعاست و با دعا یقینا انسان میتواند نزدیک و نزدیکتر باشه. دعا اقرار به عبودیت و بندگی است در پیشگاه خداوند. بله. همونجور که انسان نیازمندی است که خوراک جان نیاز دارد، تغذیه باید بکنه، دعا هم خوراک و تغذیه جانان انسان است، روح انسان را تعالی میده. دعا موجب تنزیه انسان از گناه هم می شود و طهارت بزرگی برای انسان به وجود می آورد. مناجات شعبانیه تمام معارفی خیلی عظیم دارد که در این دعای شعبانیه یک مقدمه مولای متقیان ذکر می کند با 44 بنده که با الهی 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 شروع می شود. خیلی زیباست و واقعا وقتی که من با خودم شخصا در اون اعوان طلبگی با 2 تا دعا واقعا خیلی لذت خاصی می بردم که وقتی تلاوتش میکردیم و میشنیدیم. یکی مناجات شعبانیه بوده که دعای کمیل است. خب
ویژگی که مناجات شعبانیه داره که شروعش با صلوات بر محمد و اهل بیت است و ختمش هم با صلوات بر محمد و اهل بیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات چیزی است که شروع صلوات توسط خداست. اولین کسی که صلوات گفت بر هستی خدا بود و فرشتگانش بود و کسایی که اهل ایمان هستند صلوات میگن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اولین کسی که صلوات گفت خدا بود. صلوات خدا به چی معناست؟ یعنی که خداوند رحمت واسعه خدا بر پیامبر خدا و اهل بیت خدا نازل میکند. صلوات یا دعایی که ملائک انجام میدن، صلوات ملائک برکت است و صلوات مؤمنی دعاست، خواستن. جالب است که در صلوات 3 از اصول مهم دینی هم موجود است. 3 اصول دین در صلوات نهفته است. اللهم صل علی محمد و اللهم خدا توحید در صلوات نهفته است و نبوت خاتم انبیا و آل و اهل بیت پیامبر و امامت. صلوات از دعاهایی است که هر 3 اصول مسلمه دینی در اون موجود است. هم توحید است، دعایی است که توحید دارد، نبوت دارد و امامت هم دارد. صلوات در روایتی که شیخ حر آمولی رضوان الله علیه در وسائل شیعه نقل میکند، میفرماید از پیامبر منقول است که میفرماید صلاتکم علی اجابه لدعائکم و زکات لاعمالکم. وقتی شما صلوات میفرستید بر ما، موجب رحمت خداوند میشود بر شما و اجابت دعاست و تزکیه اعمال است. همه ما و شما انشاءالله دهانمون را خوشبو کنیم به صلوات بر محمد و اهل بیت محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت دیگر بازم منقول است از پیامبر اکرم. امروز چرا منقول میگم؟ چون از خاطری که من سند روایات ها را دقیق مطالعه نکردم و میدونید یک از شرایطی که آدم بهتر است این 3 روز آخر شعبان را بده کسایی که مقدور است که این شعبان را به رمضان وصل کند. از این جهت چون اگر حرفی که از پیامبر نباشه و او را نسبت بده پیامبر، اگر کسی روزه داشته باشه روزش باطل می شود. من چون سندش مطالعه نکردم و فقط میگم منقول است، روی عن رسول الله ارفعوا اصواتکم بالصلوات علی فانه تذهب النفاق. وقتی که صلوات بر من میفرستید با صدای بلند بفرستید، چون صلوات وقتی با صدای بلند بفرستن مخصوصا در اجتماعات و جماعات موجب میشه که نفاق ها از بین میرود، همدلی و دوستی ها ایجاد میشود. چه خوب است که در بین فامیل ها و خانواده و دوستان هر جا که قرار میگیرید، هر وقت که خواستید صلوات بگید ورفع اصواتکم، صدایتان را بالا ببرید تا موجب همدلی و نزدیکی بیشتر بشه برای انسان. خب
از معارف دیگه‌ای که در این شروعی دعا مولای متقیان می‌فرماید واسمع دعایی اذا دعوتک، میگه خدایا صدای من رو میشنوی زمانی که تو رو میخوانم. واسمع ندایی اذا نادیتک، زمانی که من نجوا میکنم رو به طرف تو میذارم نوای ما رو میشنوی. یک سوال ممکنه پیش بیاد، خب مگر خدا سمیع و بصیر در تمام حال نیست؟ این که ما توجه میکنیم ما دعا میکنیم فقط خدا میشنود؟ نه، این کس به نسبت خود ماست. یعنی ما متوجه میشیم که خدا صدای ما رو میشنود، ما متوجه میشیم. مثلا به عنوان مثال ما بعضی وقتا وقت ظهر که میگیم خورشید میگیم وسط آسمان آمد، یا غروب که میگیم که خورشید چیز کرد. خورشید محلش ثابت است، بلکه این زمین است در حال چرخش و میچرخد و موضع خداوند ثابت است. به نسبت خودمان و به نسبتی که ما هستیم از این جهت میگوییم. و در این فراز مقدماتی که مولای متقیان میفرماید فقط هربت الیک، خدایا من فرار میکنم طرف تو میایم. فرار کردن آدم خوب است معمولا از یک چیزی وحشت بکنه فرار میکنه، اما این اوج محبت میرسانه که من همه چیز ول میکنم طرف تو میایم خدا و به تو نزدیک تر میشوم. در ایام شعبان بود، در دوران خلافت مولای متقیان ظاهرا علیه السلام، وارد مسجد کوفه شد. دید که عده‌ای از جوانان که سابقه در اسلام نداشتن و تازه مسلمان بودن نشسته بودن در گردی با هم دیگه در مورد قضا و قدر صحبت میکردن، حرف میزدن و تازه مسلمان هم بودن و راوی میگه که سابقه در اسلام نداشتن، جوانم بودن. وقتی که مولای متقیان را دیدن بسیار خوشحال شدن و حضرت مولا طرفشان آمد. اونا به احترام مولای متقیان علی ابن ابی طالب روحی و قلبی فدا بلند شدن و به احترام ایشان و درخواست داشتن، جا باز کردن که مولا شما هم بیایید در مباحث علمی ما بشینید. مفهومش زبان حالش این بود. مولا اشاره اونها را گرفت و اشاره کرد، گفت که شما بهتر است که این مباحثی که به درد شما و فایدهش برای شما کم است انجام ندهید. چون اولا یک زمان شعبان است. در زمان شعبان آدم باید متوجه تر باشه، باید توجهش بالاتر باشه در وقت شعبان، چون مقدمه‌ای باشه که برای رمضان داخل میشی. و البته به این معنا نیست که آدم در شعبان که وقتی رسید هیچ کار دیگه ای نکنه، عبادات فقط بکنه و کار زندگی خود تعطیل کنه. نه، در شعبان باید اهتمام انسان بیشتر به عبادت باشه، اهتمام توجه انسان بیشتر باشه. اگر بقیه وقتا مثلا نمازهای واجبی خود میخوان، اما در این اواخر شعبان مقصود هست سعی کنه حداقل اهل قرائت قرآن باشه، یک کمی بتونه اگر حال داشت نمازهای مستحبی خود بخونه. نمازهای مستحبی اگر میتونه در
سجاده بخونه چی بهتره؟ نمیتونه در بین مسیر راه که این طرف و طرف میره، اما بین مسیر وضوح هم داشته باشه، نماز مستحبی خود بخونه و ارکان نماز رکوع و سجود با اشاره انجام بده، به خاطر اینکه توجه داشته باشه، یکم اهتمام بیشتری نسبتاً به عبادت داشته باشه. البته این اهتمام بیشتر به معنای این نیست که همه چیز خود تعطیل کنه. مولای متقیان به این جوانان گفت که در این مباحث خیری بر شما نیست، اونایی که خیری نیست انجام ندهید. چرا مولای متقیان همچین توصیه کرد؟ چون اولا اونا تازه مسلمان بودن، در مورد قضا و قدر بحث میکردن و اطلاعاتی نداشتن و استاد ندیده بودن. بعضی ها هستن که میخواین مثلا بدون از این که استاد ببینن ملا شون، یک دو تا کتاب فارسی رو میخوانن، فکر میکنن همه دین را فهمیدن. نه، در مسائل قضا و قدر الهی مباحث بسیار تخصصی است. اتفاقا مولای متقیان اهتمام خاصی بر علم داشت. توصیه‌ای که به اون جوانان میگفت که شما خیر درون نیست، به خاطر اینکه استاد ندیده بودن، فقط مطابق فکر خود و اندیشه خود اون مسائل مطرح میکردن و از همون جهت مولا نهی کرد و گفت که عده‌ای از بندگان خداوند هست وقتی به مسجد می آیند خشوع الهی اونها را فرا می گیرند و خشیت پیدا می کنند و زبانشان قفل می شود. چرا زبانشان قفل می شود؟ چون خشوع پیدا می کند. بعد مولای متقیان می گوید که نه که آنها اهل صحبت نیست، بلکه خیلی هم بلیغ است، خیلی هم خوب صحبت میکنن، خیلی هم اهل استدلال است، اما در ماه شعبان وقتی که وارد مسجد میشوند و وضعیت بهشان دست میده، خشوع حاصل میشود و خشیت مهمترین چیز است. ای که در این فراز دعا میگه فقط هربت الیک، فرار میکنم به طرف تو، یعنی من خشوع الهی باید حاصل شود در این ماه تا این معرفت حاصل شود و انسان بتواند به طریق این خشوع رمضان را درک کند و مقدمه درک رمضان باشد. جالب این است که تا خشیت الهی حاصل نشود، کمال الهی هم به کسی حاصل نمی شود. نمیدانم این توکل، تقرب، حضور خداوند زمان برای انسان حاصل میشه که منیت انسان نه که در مقابل کسی دیگر، در مقابل خدا خاشع شود، خشوع پیدا کنه، عظمت خدا را درک کنه و بفهمه که هیچ چیزی نیست، هر چی هست از اوست. خشوع، تسلیم بودن تمام وجود در مقابل ذات اقدس اله. و خشوع مهمترین چیزی است که انسان از غفلت نجات میده. غفلت بدترین چیزی است. خدا انشالله هیچ کس لحظه غافل نسازد. حضرت یوسف صدیق لحظه غافل شد، سالهای سال در زندان ماند، لحظه غافل شد. داستان حضرت یوسف که همه شما فیلمش هم حتی دیدید که اون 2 نفر میآید زندان و یکیش کشته میشه، یکیش هم آزاد میشه. وقتی آزاد میشه یوسف بهش بشارت آزادی میده و میگه که یوسف وقتی رفتی پیش پادشاه توصیه منم بکن، منم توصیه کن. وقتی رفتی پیش پادشاه منم توصیه کن.
اما همین غفلت موجب میشه که سالهای سال به تعبیر قرآن کریم به زندان میافته. و قال لله فظن انه ناج منها واذکرنی عند ربک. وقتی رفتی پیش پادشاه، رب به معنای پادشاه، معنای ربوبیت، پیش پادشاهی رفتی، قصه منم بکن. فانساه الشیطان، شیطان میگه او را نسیان برو آورد، بله، فراموشی، نسیان به او پیش آمد. و این نسیان سرمنشه است که میگه شیطان او را زمینه شد تا فراموش کنه. فی السجین وضع سنین، و سالهای سال هم در زندان ماند. میگه بعد از این حضرت جبرئیل امین آمد بر یوسف پیامبر نازل شد، گفت یوسف محبت تو را به قلب پدر کی انداخت؟ یوسف جواب داد خدا. زیباترین خلق اصل تو را کی خلق کرد؟ یوسف جواب داد خدا. گفت تو را از قهر دل چاه کی نجات داد؟ یوسف گفت خدا. از مکر زنان گفت تو را کی نجات داد؟ یوسف جواب داد خدا. گفت جبرئیل امین جواب داد پس چرا در زندان غافل شدی؟ زندان غفلت حاصل کردی. و اینجا بود که یوسف نبی استغفار کرد و به خاطر همین کارش که لحظه غافل شد به زندان، سالهای سال زندان ماند. لحظه غفلت، آدم اگر لحظه غفلت کنه و در غفلت باشه ممکن است که سالهای سال به خاطر یک غفلت مختصری که فکر میکنی انجام بدی، خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، اما انسان ممکن است عذاب شود. خیلی از مشکلاتی که سر بشر می آید و ابتلاعاتی که به سرش می آید، خیلی از این مشکلات به خاطر است که بشر غافل میشه، غفلت پیدا میکنه. از همین جهت است که مولای متقیان میگه فقط هربت الیک و وقفت بین یدیک. خدایا من فرار میکنم میایم طرف تو. میدانید وقتی که انسان طرف خدا بیاد و به تعبیر دعای کمیل که همه ما و شما در شبهای جمعه انشاءالله شب جمعه اینجا هم تلاوت خواهیم کرد، دعای کمیل را که میگه لا یملک الا الدعا. میگه خدایا، اون فرازهای آخر دعای کمیل است، خدایا من میایم پیش تو، لا یملک الا الدعا، هیچ چیزی دیگه ندارم، هیچ چیزی دیگه ندارم غیر از همین دعاهای خود و درخواستهای خود. شعبان ماهی است که باید انسان به تعبیر مناجات شعبانیه مولای متقیان که همه معصومین ما این مناجات شعبانیه را میخواندن و قرائت میکردن. ما هم خوب است که خواندن مناجات شعبانی هدفی نیست که فقط یک الفاظ عربی را بخوانیم و قرائت شد بگیم آره ما خواندیم انجام دادیم. نه، این معارف دعای مناجات شعبانیه را باید با جان درک کنیم.
ای که با تمام وجود سوی خدا بریم و درک کنیم خدا را. و از همین جهت است که فرار کنیم طرف خدا. یعنی هیچ پناهگاهی برای انسان نیست و هیچ صلاحی هم نداره انسان، هیچ چیزی هم نداره. پول، مال، زندگی، عنوان، تحصیلات، لا یملک الا الدعاء، اون چیزی که باز مولای متقیان به ما یاد داده. هیچ چیزی دیگر در دستمان نداریم، فقط همین خواندن ماست و حالت خواندن ماست و تضرع ماست که در مقابل خدا قرار بگیریم. خب وقتی که متضرع شدیم الیک راجعا لما لدیک ثوابی، راجعا لما لدیک ثوابی، امید داشته باشیم، امیدوار باشیم. امید به خدا یکی از معارفی که این دعای بزرگ و با عظمت برای ما میفرماید و ما باید با جان و دل او معنایش درک کنیم و مد نظر داشته باشیم. امید به رحمت خدا باشیم. راجعا لما لدیک ثوابی. آدم وقتی که مقابل خدای کریم قرار میگیرد، درست است که خطای هیچ کس معصوم نیست، همه گناهانی دارد غیر از ائمه معصومین و پیامبر عظیم الشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بقیه همه مشکلات دارن، همه ضعفایی دارن، یکی کم، یکی بیشتر، یکی زیاد، یکی کم. اما تنها چیزی که آدم باید مد نظر داشته باشه راجعا لما لدیک ثوابی، امید به رحمت واسعه خدا داشته باشه، امیدوار به ثواب خدا باشه و سعی کنه اون معارفی را که میتواند داشته باشه و امید به رحمت واسعه خدا داشته باشه. همه ما و شما شنیدیم از زبان منبر، میگه جوان معصیتکار وقتی پیش پیامبر عظیم الشان میآید خطاب میکنه به پیامبر، میگه که پیامبر من خیلی گناهکارم. پیامبر میگه که چقدر گناهکار هستی؟ از آسمان و زمین بیشتر است. میگه گناه من بسیار بزرگ است. میگه هر چقدر گناهت زیاد باشه، هر چقدر گناه داشته باشی، اما رحمت واسعه خدا بیشتر است. بدترین گناه که از شرک هم بدتر است که ناامید شدن از رحمت خداست و امید نداشتن به رحمت خدا بدترین گناه است. خب من امروز عرضم را به پایان میرسم. نتیجه بحثی که امروز داشتیم این بود که این ما باید زمینه‌ای بشه که فراهم بشه، خشوع در ما حاصل بشه، خشوع داشته باشیم و در قدم بعدی علاوه بر خشوع باید با تمام وجود توکل بر خدا داشته باشیم و امیدوار به رحمت الهی باشیم. عده زیادی از دوستان هم التماس دعا گفتن و انشاءالله ما هم دعا میکنیم شما آمین بگویید که انشاءالله همه ما و شما بهره مند باشیم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی پروردگارا کریما رحیم، تو را به اسمای حسنات قسم
تو را به خاتم انبیاءت قسم، تو را به ائمه معصومین قسم میدیم خدایا هر کس که حاجتی داره، این دوستایی که التماس دعا گفتن خدایا هر خواسته ای دارن، مسافر بین راه دارن، هر مشکلی دارن خدایا پروردگارا حاجت همه را برآورده به خیر بفرما یا الله یا الله. خدایا دستهای ما در این روزهای آخر شعبان از همه چه کوتاست و کوتاهی داریم خدایا. و تنها چیزی که امیدوار هستیم در این وضعیت کرونا و کرونایی، توجه ما فقط به رحمت واسعی توست و توجه ما است که انشاءالله منتقم حقیقی دادگر عدل واقعی جهان را برسن و ما را از اعوان و انصار و توفیق مستشهدین بین یدی حضرت را قرار بده یا الله یا الله. هرچند ما خیلی آدمای گناهکاریم، دستمون صورتمون از گناه سیاست، دستهایمون به گناه کج است خدایا تو را به اسمای حسنایت قسم بدیم ما را از تابعین واقعی محبین عزیز فاطمه زهرا یوسف زهرا قرار بده و ما را از سربازان واقعی. سرباز فقط در لباس نیست که میگن آخوندا سرباز شد، نه، همه ما که خدمت به مذهب و دین انجام میدیم سربازهای واقعی حضرت هستیم خدایا این توفیق سربازی را برای ما قرار بده و از ما نگیر و توفیق زیارت حضرت را بر ما حاصل کن و آنطور که خود مولا میخواید خدایا خودت به ما توفیق عنایت کن در همون مسیر قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجل ولیک الفرج. اللهم اجل جهت برآورده شدن همه حوایج. الله 3 بار صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تموم شد.